الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم در ادامه سلسله از دروس حج قرار داریم. درس دیگری که حج برای ما می آموزاند و از سفر حج درس می گیریم و از این اماکن مبارکه و مقدسه که الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق داده و ما را دعوت نموده می گیریم، مسئله تقوا هست. هدف از هر عبادتی تقوا هست. نماز میخوانیم تا متقی بشیم، روزه میگیریم تا متقی بشیم، زکات میدیم تا متقی بشیم، حج میرویم تا متقی بشیم. تقوا در زندگی انسان، در اعمال انسان نقش بسزایی دارد. خود تقوا به معنای خدا ترسی، اوامر الله سبحانه و تعالی را به جاه کردن و از منهیات خود را باز داشتن، این تقوا هست، این خدا ترسی هست. و الله سبحانه و تعالی میخواهد در این سفر مبارک برای حاجی عزیزی که عزم و اراده این سفر مبارک را داره، درس تقوا را و خدا ترسی را یاد بدهد. فإن خیر الزاد التقوا. بهترین توشه در این سفر چیست؟ تقوا هست. الله سبحانه و تعالی می فرماید: یا ایها الناس، ای مردم، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ما شما را از یک زن و مرد، از آدم و حوا شما را خلق کردیم. و جعلناکم شعوبا و قبائل، شما را گردانیدیم، شما را تقسیم کردیم با قبائل مختلف، بر نژادهای مختلف، بر رنگهای مختلف، با لسانهای مختلف. وقتی شما قبائل مختلف شدید، شعوب و قبائل لتعارفوا، تا همدیگر را بشناسید. حالا کدام قوم، کدام نژاد به نزد الله سبحانه و تعالی ارزش داره؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بهترین شما به نزد الله سبحانه و تعالی با تقواترین شماست. هر انسانی تقوایش بیشتر بود، به نزد الله بیشتر ارزش داره. ملاک برتری تقوا هست، نه قوم و نه قبیله و نه مقام و نه پست و نه ثروت و نه سرمایه و نه حسب و نه نسب و هیچ چیزی به نزد الله سبحانه و تعالی ارزش نداره و هیچ انسانی نمیتواند به نزد الله بدون تقوا ارزش پیدا کنه. نماز باید نمازی باشه که ما را به تقوا وصل کنه.
روزه باید روزه‌ای باشه که لعلکم تتقون باشه. حج باید حجی باشه که ثمره و نتیجه اش این باشه که شاگردان خود را متقی بگردانه. الله سبحانه و تعالی در آیات زیادی پیرامون تقوا و اهل تقوا و متقین بیان میکنه. حالا این تقوا که اینقدر تأکید شده چون انسان وقتی در دنیا زندگی میکنه و بعد از این دنیا به سرای جاویدان میره، این تقوا سبب فوز و فلاح و رستگاری انسان در دنیا و آخرت میشه. تمام نعمتهای پروردگار عالم برای متقین وعده داده شده. قرآنی که با همه عظمت و بزرگی نازل شده، الله میفرماید ذلک الکتاب لا ریب فیه، در ابتدای سوره بقره الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیه، در این کتاب شکی نیست، هدی للمتقین، این کتاب برای هدایت نازل شده، کسانی که در طلب تقوا باشن قرآن اونها را هدایت میکنه. آیات دیگری که الله سبحانه و تعالی میفرماید پیرامون تقوا و پیرامون متقین و ان المتقین فی جنات و عیون، ان المتقین فی ظلال و عیون، ان المتقین فی جنات و نعیم، ان للمتقین مفازا حدائق و اعناب. نعمت ها همه برای متقین هست. جنت از آن متقینه، لقای پروردگار از آن متقینه. در عالم برزخ قبر روضة من ریاض الجنه میشه برای متقین. زیر سایه عرش پروردگار عالم در قیامت که هیچ سایه وجود نداره چی کسی استاده میشه؟ متقین. هنگامی که گفته میشه فریق فی الجنه و فریق فی السعیر، گروهی طرف جهنم بروید و گروهی طرف جنت، متقین هستند که راهی جنت الفردوس میشوند، راهی جنت میشوند، راهی بهشت میشوند. پس به این واسطه تقوا ارزش داره که انسان را خوشبخت دنیا و آخرت میگردانه. در تقوا فواید زیاد است. الله سبحانه و تعالی فواید تقوا را در دنیا و آخرت بیان میکنه که ثمره تقوا چیست، نتیجه تقوا چیست، فواید تقوا چیست. الله سبحانه و تعالی میفرماید واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقین. الله اکبر. این را بدان و بفهم، الله همراه کیست؟ همراه متقین. زمانی که تو انسان متقی شدی، پرهیزگار شدید، ترس الله و خشیت الهی در دل پیدا شد، این را بدان و بفهم که الله با او عظمت و بزرگیش تو را همراهی می کند، همراه توست. هیچ ترس نداشته باش. واتقوا الله، بترسید از خدا. واعلموا، بدانید ان الله مع المتقین، الله همراه متقین و به همراه پرهیزگاران هست. فواید تقوا و ثمرات و نتیجه تقوا چیست؟ اینه که الله سبحانه و تعالی می فرماید و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. به مشکل اگر دوچار شدید راه حلش تقوا هست، پرهیزگاری هست. مشکلات را چی چیز حل میکنه؟ ترس از الله سبحانه و تعالی. در عالم برزخ وقتی انسان را در قبر میگذارن تا به حشر و مشکلات زیاد است. اگر انسان از دنیا با گناه و معصیت بدون توبه بدون تقوا وقتی طرف آخرت حرکت بکنه خیلی با مشکلات گوناگونی دوچار میشه. در دنیا هم اگر انسانی که تقوا نداشت تمام زندگیش دوچار مشکلات هست. شما بروید ببینید اشخاصی که در دنیا
بیع و شرائشان به ربا آلوده هست، مسائل خرید و فروششان ربوی هست، به سود هست. زندگی اونها را مطالعه کنید، جستجو کنید. زندگی انسانهای قمارباز و شراب نوش و آنهایی که به زنا و به رشوت و به گناه و معصیت خلاصه عادت دارن و عادت کردن، زندگی اونها را بررسی کنید، ببینید چه وضعیت اسفناک و وضعیت خطرناک دامنگیری اونها شده، چون تقوا را پیشه خود نساختن، ترس الهی را سرمشق زندگی خود نساختن. به اینه که الله میفرماید و من یتق الله یجعل له و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. تقوا هست که مشکلات را برطرف میسازه، تقوا هست که مشکلات دنیا و آخرت انسان را حل میکنه و آسان میسازه. و همچنین از ثمرات و فواید تقوا که حاجی در این سفر حرکت کرده تا متقی بشه. سفر حج یک کورس هست، یک سیمینار هست. وقتی حاجی حرکت میکنه به این فکر که من در این مکتب وقت شامل شدم تا وقت برگشت باید یک انسان متقی و پرهیزگار باشم. از جمله فواید و ثمرات تقوا دیگر چیست؟ انشاءالله متباقی فواید و ثمرات تقوا را بعد از میان برنامه انشاءالله بیان می شود. ندای حق، ندای توحید و حقیقت. مجددا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اثرات و فواید تقوا. تقوا برای انسان علم و دانش و فقاهت میدهد. قرآن میفرماید واتقوا الله و یعلمکم الله. شما از الله بترسید، تقوا را پیشه خود بسازید، الله هست که شما را بینش و دانش میدهد. الله هست که برای شما علم و فقاهت را ارزانی می کند. واتقوا الله و یعلمکم الله. بعد از تقوا ذکر تعلیم هست و او تعلیم هم و او علم و دانش هم از جانب پروردگار عالم. و همچنین از جمله فواید و ثمرات تقوا که انسان متقی شد، پرهیزگار شد، الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را از زمره متقین داشته باشد. به اینه که برای انسان بصیرت داده میشه، نه تنها علم ظاهری، نه تنها فقط به این که خواندن و نوشتن و به اینها. الله سبحانه و تعالی برای انسان متقی و پرهیزگار چنان بصیرت میده که این انسان فرق بین حق و باطل را میکنه، فرق بین خوب و بد، فرق بین زیبایی و غیر زیبایی. این به چی وسیله می شود؟ به وسیله بصیرت، به وسیله تقوای الهی که انسان خشیت الهی را در دل پیدا کنه. الله سبحانه و تعالی می فرماید یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله. ای اهل ایمان اگر شما تقوا را پیشه خود ساختید چی می شود ثمره و نتیجه؟ یجعل لکم فرقانا. الله سبحانه و تعالی به شما بصیرت میده، شما فرق میکنید بین حق و باطل، بین سخن حق و باطل. خیلی از انسانها در دنیا میبینیم فرق بین حق و باطل را نمیکنن، به باطل روان هستن. یعنی بعضی انسانها به راه روانن که حتی شاید یک حیوان هم به او را نهره. اما انسان چی شده که به طرف این دلالت و گمراهی رفته؟ چون تقوا در زندگیش نیست، خدا ترسی در زندگیش نیست، خدا ترس نشده،
اگر خدا ترس انسان شد، از الله ترسید، خشیت الهی و ترس الهی در دل پیدا شد، چی می شود؟ ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لكم ذنوبکم. ثمره و نتیجه این که الله گناهان شما را می بخشه. الله گناه و معصیتی که شما انجام داده بودید آنها را کفاره میشه و آنها را از اعمال شما میزداید و دور میکند. از جمله فواید تقوا اینه که اصلاح اعمال و باز هم آمرزش گناهان. الله سبحانه و تعالی میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای اهل ایمان تقوا را پیشه خود بسازید. ای اهل ایمان، شما وقتی عزم و اراده حج را کردید، در این مدرسه و در این مکتب حج داخل شدید، در این کنفرانس بزرگ امت اسلامی داخل شدید، هدف و نتیجه و ثمره این کنفرانس و این مدرسه اینه که شما را متقی بگردانه. شما تقوا را پیشه خود بسازید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. شما وقتی سخن میگویید سخن راست و واضح و سخن دقیق، سخن شما سخن دقیق باشه، سخن سنجیده باشه. چه کار می شود؟ ثمره و نتیجه تقوا یصلح لكم اعمالکم. الله میگه اعمال شما را ما اصلاح میکنیم. اگر کم و کاستی در اعمال بود الله اصلاح میکنه به وسیله تقوا، به وسیله خدا ترسی. و یصلح لكم اعمالکم و یغفر لكم ذنوبکم، میامرزه گناهان شما را. این ثمره و نتیجه تقوا هست. و همچنین الله سبحانه و تعالی می فرماید تقوا سبب حفظ از شر دشمن، از کید دشمن، از مکر دشمن. دشمن بزرگ شیطان هست. تقوا را پیشه خود ساختید، از شر شیطان حفظ می شوید. الله از شر دشمنان ظاهری و باطنی انسان متقی را حفظ میکنه. میفرماید و ان تصبروا، اگر شما صبر و استقامت را پیشه خود ساختید، در این سفر حج صابر بودید، در اماکن مبارکه و مقدسه اگر از نوعی از انواع اذیت شامل حالت شد صبر کردید، استقامت کردید، در زندگی خود اگر صابر بودید، در مسائل و مصائبی که پیش رو میآید اگر صبر کردید، و این تصبروا و تتقوا، اگر صبر کردید و تقوا را پیشه خود ساختید، لا یضرکم کیدهم شیئا. الله اکبر. صبر و تقوا وقتی در زندگی انسان آمد، دشمن هیچ کار کرده نمیتواند، چون الله همراه متقین هست. الله حامی و پشتیبان متقین هست. پس آیات زیادی داریم که پیرامون تقوا، جایگاه تقوا، فواید تقوا بیان میشه. پس حالا حاجی محترم، خواهر و برادر، عزم و اراده این حج را کردید، وقتی که حرکت میکنید باید متوجه باشید که این سفر تو را متقی بگردانه. در آیات حج در سوره بقره شما ببینید که هدف و حکمت و درسی که از این سفر حاجی میگیره تقوا هست. از این آیات نمایان می شود و از این آیات معلوم می شود. در آیات حج در ابتدای آیه الله سبحانه وتعالی چی می فرماید؟ در وسط این آیات، در انتهای این آیات. خیلی مهمه. الله سبحانه و تعالی در ابتدای آیات حج در سوره مبارکه بقره، در این آیات الله سبحانه و تعالی در ابتدا می فرماید واتقوا الله واعلموا
ان الله شدید العقاب. در ابتدای آیات میگه واتقوا الله، تقوای الهی را پیشه خود سازید، بترسید از الله. بحث از تقوا هست. بعد از این بیان میکنه الحج اشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خیر یعلمه الله وتزودوا. تا این قسمت ماهای حج ماهای معلومی هست. در این سفر باید کار فسق و فجور و کار ناروا و همچنین مسائل زناشویی و در این قسمت این مسائل وقتی بیان میشه بعد میگه تزودو، شما زاد و راحله بردارید. در وسط میفرماید و تزودو فان خیر الزاد التقوا. در ابتدای آیه بحث از تقوا، در وسط آیات باز هم بحث از تقوا هست. در اخیر این آیات الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه و میفرمایه واتقوا الله واعلموا انکم الیه تحشرون. بترسید از خدا و بدانید که همان شما به سوی پروردگار عالم حشر میشوید. تقوا را پیشه خود بسازید. نکته ظریفی که در اینجا هست اینه که الله میفرمایه واتقوا الله واعلموا انکم الیه تحشرون. ای کسی که امروز تو به سرزمین عرفات داخل شدی و عرفات نمونه از نمونه های آخرت هست و تو را به یاد آخرت می اندازد، متوجه باشید تقوا را پیشه خود بسازید. همانطوری که این سفر نیاز به زاد و راحله داره، متوجه باشید که توشه آخرت تقوا هست و روزی به پیشگاه الله سبحانه و تعالی حشر می شوید. پس تقوا در زندگی انسان، در حیات انسان، در اعمال انسان، در تمام عرصه ها نقش مهم و اساسی را دارد. پروردگار عالم همه ما را جز متقین بگرداند. الله توفیق بدهد که اعمال عبادی که انجام میدیم چنان خالصانه و مخلصانه انجام بدیم که این اعمال سبب بشه تا ما را متقی و پرهیزگار، تا اینکه در قلب ما خشیت الهی پیدا بشه. وقتی متقی شدیم و پرهیزگار شدیم، آنگاه بنده خاص الله سبحانه و تعالی میشیم که الله سبحانه و تعالی میفرماید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آگاه باشید که دوستان خدا هیچ ترس و هراسی ندارن و هیچ بیمی برای اونها نیست. دوستان خدا چه کسانی هستند؟ الذین آمنوا و کانوا یتقون، آنهایی که به الله ایمان آوردن و تقوا را پیشه خود ساختن. پروردگار عالم بر همه حجاج عزیز ما توفیق بده که از این مدرسه بزرگ و از این کنفرانس عظیم، از این سفر مبارک درس تقوا و خدا ترسی و خداجویی را درست و صحیح بیاموزند. تا برنامه بعد همه شما عزیزان را به الله سبحانه و تعالی می سپارم. شاد و موفق و سرفراز و سربلند باشید. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغ
أعطاني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان عزیزان، دوستداران الله متعال، دوستداران بیت الله مسجد الحرام مکه مکرمه حرمین شریفین. از الله متعال خواهانیم همه عزیزانی که دلشون میتپه برای حرمین شریفین زیارت حرمین رو بارها و بارها نصیبشون بگردونه، نصیب همه ما و شما و امت اسلامی. در ادامه بررسی آیات حج در سوره مبارکه حج به آیات 25 26 و 27 از سوره مبارکه حج به همراه شما عزیزان اشاره کردیم و به صورت گذرا آنچه که الله متعال در این آیات از ابتدای سوره گفته بود رو با هم مروری داشتیم و در برنامه‌های گذشته روی این آیات بیشتر صحبت کردیم چون مستقیما مرتبط است با خود موضوع حج. در آیه 27 الله متعال خطاب به ابراهیم علیه السلام فرمود که شما و اذن فی الناس بالحج، در بین مردم برای حج ندا برآور، اطلاع بده اونها رو، طلب کن، خبرشون کن. یأتوک رجالا، تو خبر بده، اونا میان، اونا قلبشون اینجا بسته است، من این محبت رو در دل اونها میگذارم، این محبت در دلشون هست. یأتوک رجالا، پای پیاده میان، با پاهای پیاده میان. دل قبل از اینکه پا را بیفته راه افتاده، پا هم به تبع دل، اختیارش به دست دل و راه میفته و میاد. یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، و همچنین سوار بر سواری هایی که لاغر شدن از طول سفر از راه های دور و دراز و فراخ حرکت میکنن، رو میکنن، میان به سمت مکه مکرمه. میان اینجا برای چی میان؟ چرا میان؟ در آیه 28 الله متعال اشاره میفرماید به این موضوع: لیشهدوا منافع لهم، تا شاهد منافع خودشون باشن، تا منفعت ها بهشون برسه، تا نفع ببرن، منافع زیادی دارن در مسیر حج. اگر در این بخش آیه یک مقداری بخوایم دقت بکنیم، منفعت هایی که در حج هست برای انسان ها و مسلمانان و کسانی که علی خصوص به حج میرن، از همون اول وقتی که حاجی اراده میکنه بره حج چیکار میکنه؟ کسی که میخواد بره حج، اون احساس، اون حال و هواش از همون موقع دگرگونه. سعی میکنه که مال حلال به دست بیاره، سعی میکنه سفرش کاملا با پول حلال باشه، حواسش هست در زندگیش، در تجارتش، در معاملش، این همش منفعت. سعی میکنه که اون لحظه هایی که دیگه آماده میشه برای سفر حج و بهش میگن آقا امسال شما میری سفر حج، دل تو دلش نیست، میره این طرف، میره اون طرف، میره پیش این، فکر میکنه ها فلانی دست من دلخور بود، ناراحت بود، دلشو به دست بیارم، حلالیت بگیرم ازش. با فلانی چند وقت قطع رابطه کرده، میره آشتی میکنه. فلانی رو ناراحت کرده، میره معذرت خواهی میکنه. فلانی رو قرضشو نداده، میره قرضشو میده. فلانی رو اینطور شده بود رابطهشون، میره رابطهشو اصلاح میکنه. دور بری ها رو حلالیت میگیره، میره حساب کتاباشو درست میکنه. شاید برنگرده از این سفر، میاد و وصیت نامه‌ای برای خودش مینویسه، آمادگی کامل میگیره، قراره که کفن بپوشه، قراره که احرام بپوشه. قبل از این که بره باید چیز یاد بگیره، میره درس میشینه، میره کلاس میگیره، میره تو دوره‌های آموزشی، میره قرآن میخونه،
میره قرآن خوندن رو بیشتر دقت میکنه، میره آیات حج رو بررسی میکنه، میره درس علما رو میشنوه، میره کلاس درس میره، کلاس آموزش حج رو میره، از تاریخ حج خبر میشه، از اعتقادش خبر میشه، از باورش خبر میشه، از مکه بیشتر میفهمه، مکه رو میشناسه بیشتر. قبل از این که حرکت بکنه اینا هیچ کدوم هنوز شروع نشده. علمش بیشتر میشه، اخلاصش بیشتر میشه، تقواش بیشتر میشه، پایبندیش بیشتر میشه، رابطهش با اطرافیان بهتر میشه، رابطهش با دوروریاش بهتر میشه، تجارتش سالمتر میشه. همه اینا تازه قبل از حج، هنوز شروع نکرده حجشو، تازه میخواد بره حج. الان وقتی که احرام میپوشه، اون انسانی که تا دیروز دل بسته بود به خانه و خانواده، الان مگه میتونه به این راحتی ها دل بکنه؟ دل بسته شده بود به خانه و خانواده. این انسان اگه فردا جهاد میشد، اگر فردا میخواست بره بیرون، اگر فردا میخواست تمرینی باشه، چطور میخواست بره؟ تمرین میکنه. الان توی مدرسه ثبت نام کرده، حرکت میکنه، میره به مسجد الحرام. وقتی که وارد حرم میشه، وقتی که وارد مکه مکرمه میشه، مکه مکرمه رو میبینه، خود دیدن این تاثیرش رو میگذاره. وقتی که میاد به مسجد الحرام میاد، در مسجد الحرام الان اینجا خود همین احرامی که پوشیده وارد این محدوده حرم که شده، حواسش هست در محدوده حرم نباید شکار کنه، نباید اینجا حتی به حیوانات دست بزنه، به یک گیاهی نباید، حق نداره دست بزنه بشکنه، موی تن خودش رو حق نداره وقتی احرام پوشیده دست بزنه. مواظبه، حواسش هست، یاد میگیره که احترام بگذاره، یاد میگیره که به گیاهان احترام بگذاره، یاد میگیره که به حیوانات احترام بگذاره قبل از احترامش به انسان ها. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. در حج رفث نیست، حتی از همسرش اگه همراهش هست مقداری دوری میکنه، تمرین میکنه، خویشتن‌داری نشون میده. اونجا فسوق نیست، گناه نمیکنه، حواسش هست، چشمشو کنترل میکنه، گوشیشو مواظبه، زبونشو نگه میداره، حواسش هست، حرکاتشو کنترل میکنه. ولا جدال فی الحج. جدال نمیکنه، بحث نمیکنه، صبر میکنه، استقامت میکنه. غذا کمه، هوا گرمه، راه طولانیه، مشقت هست، سختی ها هست، جا برای خواب نیست، همه رو تحمل میکنه. شخصیتشو پرورش میده، شخصیتشو بزرگ میکنه، شخصیتی که این رشد میکنه شخصیتش. همه اینها منافع حجه. وارد مسجد الحرام میشه، یاد میگیره که چطور احترام بگذاره. یک سنگ، حتی به یک سنگ میره میبوسه، این سنگ رو میبوسه، حجر الاسوده. سنگ دیگه اینجا هست، میره بعد همین سنگی که اینجا میبوسه، این سنگ رو میبوسه، دور اون سنگ های صفا و مروه طواف میکنه، باز میره به جمرات، سنگ برمیداره به سنگ دیگه میزنه. این سنگو بوسید، اون سنگو برداشت، به کله اون یکی سنگ زد. دستور یاد میگیره که حج یعنی اطاعت، یعنی فرمان برداری، یعنی هر جایی که الله تعالی گفت باید بگه چشم. در حج وقتی مسجد الحرام وارد شد، هر نماز 100,000 نماز، 1 دینار 100,000 دینار، 1 ریال خرج کردی 100,000 ریال خرج کردی. هر عبادت به 100,000 برابر ارزش پیدا میکنه. این اگه منفعت نیست، چی میتونه منفعت باشه؟ عبادتاش بیشتر میشه، شخصیتش رشد میکنه، رفتارش تعامل پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه، خودگذشتگی یاد میگیره، صبر استقامت یاد میگیره، آماده میشه برای قیامت. کفن پوشیده، هر روز کفنش تنشه، هر روز وقتی این لباس رو برمیداره نگاه میکنه، بیاد این میفته که آقا تو همین آدمی، تو همین انسانی، تو بدون اون درجه و پست و مقامت، تو بدون اون کت و شلوارت، تو بدون اون عمامه و قبای خودت، تو بدون اون آرمه ها و مدال هایی که به سینه و سر و صورت زده بود، تو بدون اون شخصیتی، تو همینی، تو واقعیتت اینه، تو همینی. الان ببین وقتی که در مطاف میچرخی، وقتی که در بین حجاج میچرخی، نگاه کن انسان‌های دیگه هم هستن، تنها تو نیستی که از دماغ فیل افتادی. نگاه کن فرهنگ‌های دیگر رو نگاه کن، شخصیت‌های دیگر رو نگاه کن. تو این جمعیت تو رو کسی نمیشناسه. اگه تو در منطقه خودت برای خودت پادشاه بودی، اگر امیر بودی، اگر سفیر بودی، اگر بزرگی بودی، اینجا نگاه کن، هیچ که تو رو نمیشناسه. تو همینی، تو واقعیتت اینه، شخصیتت اینه. 100 تا اسکورت و بادیگارد داشتی؟ نه، تو تنها میری تو قبر با همین لباس، 2 تا پارچه میپیچن دورت، میبرن تو قبر. این یاد میگیره، پست و مقام اون رو فریب نمیده، خودشو پیدا میکنه، خودشو میدونه، میشناسه کیه، تواضع یاد میگیره، روی خاک میخوابه، لباسش خاکی میشه، آب مناسب نداره، صبر استقامت یاد میگیره، با فرهنگ‌های مختلف آشنا میشه. شاید برای اولین بار چهره‌های دیگه رو میبینه، رنگ‌های دیگه رو میبینه. رنگ‌های دیگه هست، سفید هست، سیاه هست، سرخ هست، زبون‌های مختلف هست. یاد میگیره که یک روزی در محشر همینجوری در کنار افرادی قرار میگیره اصلا زبونش هم نمیفهمه، تنوع شخصیت‌ها رو میبینه، اقوام رو میبینه، انما المؤمنون اخبار رو درک میکنه، عظمت اسلام رو میبینه که چطور جمع کرده
در یک آن واحد در یک دشت مثل عرفات چند میلیون نفر رو از زبانهای مختلف، از فرهنگهای مختلف، از کشورهای مختلف، از رنگهای مختلف، سنهای مختلف، شخصیتهای مختلف، فقیر و ثروتمند، پیر و جوان، مرد و زن، با سواد و بی سواد، همه کنار هم جمع شدن. عظمت یاد میگیره، با تاریخ آشنا میشه، میدونه که تنها خودش نیست، میدونه که این خودش یک بخشی از یک تاریخ عظیمه، یک مسیر متصله، این یک مهره از یک سلسله است که پشت سر هم داره پیش میره، وصل میشه به تاریخ اسلام، وصل میشه به تاریخ بشریت، وصل میشه به تاریخ توحید، وصل میشه به اولین خونه‌ای که برای عبادت انسان‌ها آفریده شده. در قدم به قدم حج یاد میگیره. لیشهدوا منافع لهم. 2 کلمه است. آخریش هم اضافه کنیم 3 کلمه. لیشهدوا منافع لهم. برای حج میان مردم حج تا منفعت ببینن، تا منفعت‌های خودشون رو ببینن. چقدر فایده ها میبینه شخص وقتی که موهای سر خودش رو میتراشه، وقتی که سر خودش رو کچل میکنه، وقتی که احرام میپوشه، وقتی که در جمرات سنگ میندازه، وقتی که با ابراهیم علیه السلام و اسماعیل آشنا میشه، وقتی که با هاجر آشنا میشه، وقتی که مقام ابراهیم رو میبینه، وقتی که تاریخ رو میبینه، وقتی که میره قربانی میکنه، وقتی که در منی شب میخوابه، وقتی که روزهای دیگه در مکه میمونه، وقتی که به مدینه منوره میره و سفر میکنه، مدینه منوره با تاریخ اسلام آشنا میشه. لیشهدوا منافع لهم. اگر بخوام همین قسمت رو بخوایم توضیح بدیم چندین ساعت فقط روی همین قسمت بس صحبت کنیم. لیشهدوا منافع لهم. اینها میان حج تا منفعت‌هایی رو که الله تعالی برای اونها در حج گذاشته مشاهده بکنن. در حج با دردهای امت آشنا میشه. الان این رسانه ها هست، الان این تلویزیون ها هست، الان این وسایل هست. قبلا کجا بود این چیزا؟ در حج می اومدن از حال امت خبر می شدن، از مشکلات هم خبر می شدن. الان هم کنگره عظیم حج بهترین مکان برای آشنا شدن، برای جمع شدن، برای مذاکره کردن، برای صحبت کردن، برای درد دل کردن، برای حل مشکلات امت اسلامی است. همه با هم جمع میشن. لیشهدوا منافع لهم. و دشمن وقتی که این صحنه ها رو میبینه از شدت خشم نمیدونه چیکار بکنه. این منفعته. همین که دشمن نمیتونه تحمل بکنه، همین که دشمن به خشم میاد، این خودش نشان عظمت اسلامه. افتخار میکنه انسان به اسلامش وقتی که در مراسم حج شرکت میکنه، اسلامش رو میفهمه، اسلام شناسنامه‌ای رو میذاره کنار. یک اسلام الان عملی داره، یک اسلام تئوری داره، یک اسلامی با فهم و درایت و تاریخ داره. لیشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم الله فی ایام معلومات على ما رزقهم من بهیمة الانعام. منفعت‌های خودشون رو ببینن، شکرگزاری کنن، الله تعالی رو، نام الله تعالی رو ذکر بکنن در روزهایی که معلومه. روزهایی که معلومه، روز عید، اول عید، دوم عید، سوم عید، ایام تشریق و گفته شده روز عرفات و گفته شده دهه ذوالحجه کامل. در این روزهای مبارک 10 روز ذوالحجه که رسول صلی الله علیه و سلم فرمود در این عبادت از اول ذوالحجه تا روز عید هیچ روزی نیست در طول سال که عبادت در اون بهتر از عبادت در این 10 روز باشه. فرمودن صحابه که یا رسول الله حتی کسی که به جهاد میره، فرمودن حتی کسی که به جهاد میره مگر اون کسی که میره و شهید میشه دیگه بر نمیگرده، نه جانش نه مالش، اون بحث جداست. اما عبادت در این 10 روز که ایام حج برگزار میشه، شرف زمان، شرف مکان رو با هم جمع میکنه حاجی. بهترین مکان و بهترین زمان در طول سال، بهترین روزهای سال علل اطلاق بدون شک، و بهترین مکان روی زمین، مقدسترین مکان روی زمین با هم جمع میشه. اینا منفعت نیست؟ اینا چیه؟ لیشهدوا منافع لهم. منفعت اینه که بهترین زمان و بهترین مکان با هم جمع میشه و حاجی از بهترین زمان و مکان استفاده میکنه تا بهترین عبادت ها رو انجام بده. شکرانه این اینه که در اون روزها ذکر الله تعالی رو میکنه. و یذکر اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمة الانعام. در روز عید، دوم عید، سوم عید قربانی میکنه.
از اون چیزی که الله تعالی رزق قرار داده برای اونها از حیوانات اهلی، چهارپایان، شتر، گاو، گوسفند، بز قربانی میکنن به شکرانه نعمتی که الله تعالی داده بود و منفعت‌هایی که الله تعالی به اونها داده. فکلوا منها، پس بخورید از اون قربانی خودتون هم. و اطعموا البائس الفقیر، غذا بدید به کسی که سخت نیازمنده و فقیری که دست دراز نمیکنه، اما از سیمای او شما میفهمید که نیازمنده. فقیر کسی است که دست دراز نمیکنه، فقیر حقیقی. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض، کسانی که در راه الله تعالی علی الخصوص مشغولن و فرصت نمیکنن تجارت بکنن. یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، انسان ناآگاه فکر میکنه که این انسان ثروتمنده به خاطر اینکه خویشتنداری میکنه و دست دراز نمیکنه. تعریفهم بسیماهم، از سیمای اونها میشناسه اینها رو. غذا بدید، قربانیتون رو کشتید، نوش جانتون، بخورید ازش، اما فراموش نکنید که دوربری ها رو هم شریک کنید. اولویت با کسانی که نیازمندن، اولویت با اون کسانیه که شاید شما اصلا فکر نکنید که فقیرن. این وظیفه شماست. اینها رو باید برید بررسی بکنید، خبر بگیرید، از این بعد از اون خبر بگیرید کی نیازمنده، کی مستحقه، کی وضعیت امرار معاشش خوب نیست، تقسیم کنید. چه کسانی که در حجن، چه قربانی کسانی که در غیر حج. ثم لیقضوا تفثهم، بعد از این که قربانی رو انجام دادید، به اتمام برسونید، مناسکتون رو به اتمام رسوندید، برید و اون چیزی که الان در این چند روزی که شما احرام داشتید و محظورات احرام بود، ناخونتون اگر بلند شده، الان اگر موهاتون بلند شده، الان دیگه برید یک مقداری خودتون رو تمیز کنید. تو این 3-4 روز حتی عطر استفاده کردنش منه در لباس احرام. شامپو، صابون، این چیزا که سر نداره استفاده بکن. تا این انسان به خودش بیاد. تا این انسان یه دوره آموزشیه دیگه. قواعد و ضوابط خاص خودشه داره. بعد از این الان دیگه خوب تمرین کرد، خوب این درس ها رو پخته کرد، الان دیگه این مقداری به سر خودتون برسید، دوره تموم میشه. این دوره آموزشی چند روزی که درس های فراوانی درش بود و خستگی ها تموم میشه. ثم لیقضوا تفثهم، الان دیگه برید ناخوناتون رو بگیرید، سراتون و موهاتون رو بتراشید، کوتاه بکنید، دوشی بگیرید، لباستون رو عوض کنید، از احرام خارج میشید. ولیوفوا نذورهم، اگر نذری داشتید، اگر کوتاهی در مناسک حج داشتید، برگردن شما چیزی واجب شده، اونها رو انجام بدید. ولیطوفوا بالبیت العتیق، برید طواف کنید. الان دوباره برید کنار بیت عتیق. عتیق به معنای قدیمی هم میاد، قدیم میاد. ما در فارسی هم استفاده میکنیم، میگیم که فلان چیز عتیقه است، یعنی خیلی قدیمیه. عتیق معنای قدیمی میاد. عتیق به معنای با ارزش میاد. عتیق به معنای درخشان و زیبا میاد، میگن صورت عتیقی داره. عتیق به معنای آزاد شده هم میاد، از عتق، آزاد شده و رها شده از زور کسی، از دست کسی، هیچ ظالمی بر او مسلط نیست. اینجا الله متعال خانه کعبه رو عتیق نامید و هر 4 این معانی میتونه باشه. خانه قدیمی چون اولین خانه است که برای عبادت انسان ها ساخته شده، اول بیت وضع للناس. خانه با ارزشی است، بیت الله الحرام، مقدس ترین مکان روی زمین. خانه زیبایی است، زیبایی کعبه رو فقط باید تجربه کرد. چشم نمیتونه، یک چشم سیر هیچ وقت انسان نمیتونه به کعبه نگاه کنه. عتیق آزاد شده است، به معنای خانه الله تعالی آزاد شده است از ظلم جائرین و ستمگاران که هیچ وقت نمیتونن در این مکان اونجوری که دوست دارن بمونن و ظلم و ستمشون رو ادامه بدن. در پایان الله تعالی میفرماید وقتی که مناسکتون تموم شد، به خودتون رسیدید، برید. حالا نذر نذوری اگر برگردن شما مونده انجام بدید و برید طواف بکنید. طواف افاضه، اون طوافی که بعد از پایان مناسک حج انجام میشه و بسیار ماشاءالله شلوغ میشه. حرم فوق العاده شلوغه در دوران طوافی که به طواف آخره حجاج هست در مسجد الحرام. اجازه بدید که به همین قدر در
این برنامه اکتفا بکنیم و انشالله در برنامه بعدی ادامه آیات سوره مبارکه حج رو به همراه شما عزیزان مروری خواهیم داشت به صورت گذرا بر آنچه که مرتبط است با حج. گرچه تمام آنچه که گفتیم در سوره مبارکه حج مطرح می شده بی ارتباط با حج نیست یقینا، چون در سوره حج اومده. وقتی که نام سوره حج هست، آیاتی که در این سوره هست، ولو اینکه ما ندانیم چه ارتباطی داره، حتما ارتباط داره با حج و بیشتر در این باب صحبت خواهیم کرد در برنامه‌های بعدی. تا برنامه بعد همیشه عزیزان به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدار شما. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، قبلا خدمت شما عرض کردم که اعمال حج از روز 8 ذوالحجه آغاز می شوند و کسانی که می خواهند حجشون حج کاملی باشد مسنون هست که روز 8 ذوالحجه احرام ببندند و به سرزمین منا بروند و شب 9 را در آنجا سپری بکنند و با طلوع فجر روز 9 که روز دیگری از ایام حج آغاز می شود، حجاج باید حرکت بکنند از سرزمین منا به طرف عرفات و این روز 9 ذوالحجه که همان روز عرفه هست بهترین روز سال هست و همان روزی هست که الله متعال این آیه را بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل فرمود که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اعلام کامل شدن دین در روز عرفه بوده و در حدیثی که حضرت ابو قتاده رضی الله تعالی عنه روایت کرده رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که روزه گرفتن در روز عرفه برای کسانی که در عرفه نیستند، روزه گرفتن این روز کفاره 2 سال گناه می شود و این فضیلت بسیار عظیمی هست که این روز در میان تمام روزهای سال دارد. و همچنین در روایتی دیگر آمده از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند به اندازه‌ای که در این روز الله متعال انسانهایی رو
از جهنم نجات میدهد در هیچ روز دیگر به این اندازه نیست و قطعا این روز این فضیلت بسیار بزرگ و عظیم را دارد و بنابر روایت دیگر رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند که در این روز الله متعال نازل می شود و مباهات می کند به کسانی که در میدان عرفات جمع شدند و بر فرشتگان خودش این افتخار را می کند که ببینید اینها بندگان من هستند. از راههای دور و نزدیک همه اینجا غبارآلود و ژولیده مو هستند و جمع شدند و امیدوار رحمت من هستند. اشهدکم انی قد غفرت لهم، من شما را گواه میگیرم که من اینها را بخشیدم. اینها جزء فضایل روز عرفه هستند برای کسانی که در این روز عظیم در میدان عرفات حضور دارند. همان گونه که عرض کردم در روز عرفه و 9 ذوالحجه حجاج باید از سرزمین منی حرکت بکنند و به میدان عرفه بروند و رسول الله صلی الله علیه و سلم در این روز وقتی که به عرفه رفتند در کنار کوه مکث کردند و آنجا ماندند و این اعلام را فرمودند که من در اینجا وقوف کردم، در این نقطه من اتراق کردم و در این روز استراحت کردم و عرفت کلها موقف، منتها سرزمین عرفه همه اش موقف هست و هر جایی از این سرزمین پهناور که برای شما میسر بود می توانید در آنجا بمانید. بعد از این که مردم روز عرفه حرکت می کنند و به سرزمین عرفات می رسند، نماز ظهر و عصر را باید اول وقت بخوانند با 1 اذان و 2 اقامه. یعنی این که در اینجا نماز ظهر و عصر را هم جمع می کنند و هم قصر، یعنی 2 وقت نماز ظهر و عصر را در 1 وقت می خوانند و به جای این که 4 رکعت نماز بخوانند هر نمازی را فقط 2 رکعت می خوانند که این می شود قصر و جمع، که این نماز در واقع در اول وقت خوانده می شود و فلسفهش هم این است که مسلمانان و حجاجی که در این روز عظیم در میدان عرفات هستند فرصتی را داشته باشند برای دعا و التجا به درگاه الله متعال. و این یکی از احکام حج هست که نماز را در اول وقت ظهر می‌خوانند، هم نماز ظهر و هم نماز عصر، تا هنگام غروب آفتاب دیگر نمازی نیست و تمام این مدت را باید حجاج در حالت دعا و نیایش و تضرع به درگاه الله متعال باشند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند خیر الدعاء دعاء عرفه، بهترین دعا دعای عرفه هست. چه زیبا هست کسانی که الله متعال به آنها این توفیق را داده و برایشان میسر شده که در این روز در میدان عرفات باشند، این فرصت را غنیمت بشمارند و آنچه میخواهند برای خود و برای دیگران و برای تمام مسلمانان دعا بکنند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در ادامه این روایت فرمودند که و خیر ما قلت انا و النبیون من قبلی، بهترین چیز و بهترین ذکر و وردی که من و پیامبران قبل از من آن را بر زبان آوردند این جمله هست که لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. این برترین دعا و برترین وردی هست که من و پیامبران قبل از من این دعا را خواندیم. وقت وقوف در عرفه از نماز ظهر آغاز می شود، یعنی از ظهر، یعنی بعد از زوال روز 9 ذوالحجه تا فجر روز عید. تمام این وقت وقتی هست برای وقوف در عرفه. یعنی این که اگر کسی قبل از ظهر، قبل از زوال آمده بود و در سرزمین عرفات و قبل از ظهر دوباره خارج شده بود، وقوف عرفه از چنین شخصی پذیرفته نیست
باید بر بگردد، بعد از ظهر باید در این سرزمین بماند. و همچنین اگر کسی بعد از فجر روز دهم وارد سرزمین عرفات بشود، باز هم این وقوف در عرفه در واقع از چنین شخصی فوت شده و صحیح نخواهد بود. زمان وقوف در عرفات بعد از زوال روز نهم هست و آخرین مهلتش هم قبل از فجر روز دهم و روز عید هست. و قبل از مغرب جایز نیست که حجاج از سرزمین عرفات خارج بشوند و این جزء واجبات حج هست که از ظهر روز نهم تا غروب روز نهم را در سرزمین عرفات سپری بکنند و اگر کسی قبل از غروب از سرزمین عرفات خارج شد، لازم هست که دوباره باید بر بگردد در سرزمین عرفات و در عرفه بماند تا غروب آفتاب و اگر برنگشت بر چنین شخصی فدیه لازم هست و باید گوسفندی را ذبح بکند. و این روز واقعا روز یک عبادت بسیار عظیم و بزرگی هست. همان گونه که قبلا اشاره کردم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الله متعال افتخار می کند به این مسلمانانی که در این روز جمع شدند و این مباهات رو در واقع دارد در حضور فرشتگان. ببینید که بندگان من از جاهای مختلف جمع شدند و در این سرزمین و الله متعال فرشتگان را گواه میگیرد که من اهل این سرزمین را و کسانی را که در اینجا حضور یافتند همه را بخشیدم. در روایتی دیگر هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که در هیچ روز دیگری از روزهای سال شیطان حقیرتر و ذلیلتر و ناامیدتر از این روزی نیست که مردم در میدان عرفات جمع شدند. زیرا که شیطان زمانی که ملاحظه می کند این همه رحمت الله متعال سرازیر است و این همه الله متعال گناهان بندگانش را می بخشد و انسانهایی را از جهنم آزاد کرده، انسانهایی که جهنمی بودند آنها را معاف کرده و بخشیده و سرانجامشون بهشت هست. به خاطر وسعت این رحمت شیطان از تمام روزهای سال در این روز حقیرتر و ناامیدتر و در واقع کوچکتر هست. این واقعا یک فرصت بسیار عظیمی هست که الله متعال در خدمت کسانی قرار داده که در این روز موفق شدند که در سرزمین عرفات حاضر بشوند و برای کسانی که این توفیق را نیافتند الله متعال روزه گرفتن این روز را مشروع قرار داده و این روزه سبب می گردد که الله متعال گناهان 2 سال این انسان روزدار را معاف بکند. امیدوار هستم که تمام کسانی که چه در سرزمین عرفات هستند و چه این توفیق را نیافتند الله متعال عبادات را از همه بپذیرد و این روز را برای همه مسلمانان انشاءالله مبارک بگرداند و حجاج خانه خدا و بیت الله الحرام را انشاءالله بپذیرد. تا برنامه دیگر شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني.
نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام و درود بر شما حاجیان عزیز و بر شما حاجیایی که قبلا حج رفتید، حالا درس‌ها و مفاهیمی که در حج بود اینا رو میدونستید یا نمیدونستید، به هر حال حج رفتید، حجتون هم مبارک. الان اگر نمیدونستید فرصته که با هم مرور کنیم و باری دیگه با قلبت به حج بری. و شمایی که فرصت ایفا نشده و به هر حال خداوند اون فرصت رو به شما نداده که به حج برید بنا به دلایلی، حالا پولش رو ندارید، هزینه‌ش رو ندارید یا نمیذارن یا هر چی که هست، مهم اینه که قلباً به حج بریم. این مفاهیم و درسایی که ما از حج میگیریم اینها رو با هم مرور کنیم تا قلبمون، احساسمون حاجی بشه. حاجیی که حج رو ندیده اما کعبه رو در قلبش درست کرده و در دلش طواف کرده و در دلش سعی کرده و اجر و پاداش رو از خداوند بر حسب نیتش گرفته. چه خوش هدیه ای از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای همه ماست که انما الاعمال بالنیات، مدار همه اعمال بر مبنای نیت هست. حالا یاد گرفتیم که مسئله حج، شعار حج لبیک هست. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. در این لبیک توحید الهی رو یاد گرفتیم، اخلاص رو یاد گرفتیم، اطاعت مطلق از فرامین الهی رو یاد گرفتیم. دونستیم که حج جهاد هست، تلاش و هجرت هست، فداکاری هست و در حج مساوات هست، برابری هست. هویت خودمون رو در حج در میابیم، آیات و نشانه های الهی رو به روشنی و وضوح میبینیم. حج به ما یاد میده که زندگی یک گذرگاهی بیش نیست و ما از این گذرگاه میریم و ما رو حج با تاریخمون و با فرهنگ و ریشهمون وصل کرد و به ما یاد داد که در هر موردی که هست برگردیم به خدا و رسولمون، چرا که خداوند متعال ما رو خلق کرده برای عبادتش. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما جنیان و انسیان رو نآفریدیم مگر برای اینکه پروردگار رو عبادت کنند. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. ای مؤمنان شما وظیفه دارید که اطاعت از خداوند بکنید، اطاعت از پیامبرش کنید، و اولو الامر منکم، و از علما و اندیشمندانی که دین رو یاد گرفتن، فرامین الهی رو میدونند، از اونها اطاعت کنید. فإن تنازعتم فی شیء، اگر موردی براتون پیش اومد، در چیزی مشکلی ایجاد شد، فردوه الی الله و الرسول، اون رو برگردونید به صاحب قانونگذاری که خداوند و پیامبرش باشند. این کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر، اگر شما واقعا ایمان دارید به خدا و روز قیامت. حالا در همین مسیر درس های دیگه هم هست و خیلی هم مهم هست. یکی از مهمترین درس هایی که در حج ما میبینیم که عزت نفس به ما میده، به ما احساس میده که ما وجود داریم، وحدت مسلمون هاست که همه مسلمون ها در وحدت و در همبستگی مثل یک خانواده هستند، یک خانواده بزرگ، مثل یک بنیان مرصوص. و این به من مؤمن احساس میده که من تنها نیستم. به من مؤمنی که در غزه هستم احساس میده که این من تنها نیستم، من 1.5 میلیارد مسلمون برادر و خواهر دارم. به من اهل سنت موحد ایرانی احساس میده که آقا من تنها با 20-25 میلیون نیستم، من با یک امتی هستم 1.5 میلیاردی. دیگه از چی هراس دارم؟ از چی میترسم؟ پس نه ترسی هست و نه هراسی هست از آینده. آینده من تضمین شده است، آینده دین من تضمین شده است. ما یک جماعت واحد هستیم، یک امت واحد هستیم. احکام الهی همه ما رو بر این تربیت میکنه. ببینید نماز میگه که برو جماعت نماز بخون تا احساس کنی که دیگران رو در کنار خودت داری، هم با هم بستگی و دست در دست هم گذاشتن، شونه به شونه حرکت کردن. در نماز مثلا شونه با شونه هم دیگه میزنیم تا در این مسیر
با هم هستیم و ترسی نیست از آینده و از زندگی. در روزه میبینیم که آقا روزه افطاری، همه افطاریشون وقت چیه؟ وقت نمیدونم مغرب. خب در تهران وقت مغرب، در نمیدونم بلوچستان وقت مغرب، در کردستان وقت مغرب، در تالش وقت مغرب، همه در یه وقت افطاری میکنیم. در اون سر دنیا وقت مغرب، در این سر دنیا وقت مغرب، همه وقت افطاریشون یکی هست، یعنی یک خانواده واحد هستیم. این هذه امتکم امه واحده، این امت شما یک امت واحد هست. و انا ربکم فاعبدون، و من پروردگار شما هستم، رب شما هستم، تنها منو عبادت کنید. عبادت از آن خداوند، خانواده بشریت همه در یک آن عبادت خدا رو به جا میاریم و پیش به سوی خدا حرکت میکنیم. این مفهومی و درس مهمی است که ما از حج میگیریم. از جمله درس هایی که از حج میگیریم و خیلی مهم هست که رو عملا نشون میدیم، دشمنی با شیطان هست. دشمنی با شیطان یه شعار نیست که ما بریم آقا اونجا بگیم مرگ بر شیطان، مرگ بر ابلیس، ابلیس مرگ بر تو. این حرفا نیست. این چرندیات و مسخره بازی ها، اینها شعارهایی است برای گول زدن مردم که به ما میگفتند آقا مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر شوروی. یه چند روزی نگذشته بود اومدن گفتن آقا این شورویه رو چیز کنین، حذفش کنین، اینا دارن به ما اسلحه میدن تا ما برادران مسلمانمون تو عراق بکشیم. خب پس چی؟ اون آمریکایی و اسرائیل به ما نمیدن. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. خب هند چی؟ مرگ بر هند چرا نمیگین؟ مرگ بر چین چرا نمیگید؟ مرگ بر شوروی چرا نمیگید؟ مگه هندیا مسلمان‌ها رو تو کشمیر ذبح نمی‌کنن؟ مگر چینی‌ها مسلمان‌ها رو تو ترکستان ذبح نمی‌کنن؟ مگر روسیه در چچن نسل کشی نمی‌کنه؟ همه اینا مزخرفات. بعدش آخرش هم مشخص شد که آقا سر و ته همشون از یک کرباسه و همشون سر و تهشون تو یک آخره، همشون با آمریکا و با اسرائیل پشت سری دوست بودند و با هم از همدیگه بوسی میگرفتند و ما بیچاره‌ها اینجا بودیم مرگ بر گلومون فاره کردیم. حج به ما یاد میده که این مسخره بازی نیست. دشمنی رو باید ثابت کنیم که دشمنی. نمیریم بگیم اونجا مرگ بر شیطان، اونجا میریم سنگ میدازیم، عملا در دستمون سنگ میگیریم، میگیم بسم الله الله اکبر، بزن، شلیک کن، حرکت کن، فعالیت کن، به نشون بده ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان دشمن شماست، واقعا اون دشمن بگیرید. این دستور الهی است. انما یدعو حزبه لیکونوا من اصحاب السعیر. این شیطان لعنتی گروهک خودش رو برمی‌داره، دعوتش میکنه، گولشو میکنه که اینا رو جهنمی کنه. حالا که این میخواد ما رو جهنمی کنه، ما چیکار میکنیم؟ عملاً سنگ میگیریم میزنیم تو کلش که ما آقای شیطان تو دشمن ما با شما دشمنیم. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای مؤمنان کلا داخل به اسلام بشین. اسلام یه چیز کلا است، یک پروژه کامل هست. این رو بگیرید ولا تتبعوا خطوات شیطان، و گام تو گام شیطان نذارید، راه شیطان رو نرید. شما اومدید اینجا حج تا یاد بگیرید که گام در گام ابراهیم بذارید، قدم به قدم پشت سر ابراهیم و خلیل الله و پشت سر موسی کلیم الله و پشت سر محمد حبیب الله علیهم السلام حرکت کنی. لا تتبعوا خطوات شیطان کنی، دنبال شیطان نری. اینجا میاییم عملا میگیم که بسم الله الله اکبر، بزن، و به شیطان میگیم ای شیطان لعین، ای شیطان مردود شده از رحمت الهی، ای بدبخت نفرین شده، من با تو دشمنم. همونطور که بابام ابراهیم با تو دشمن بود، من با تو دشمنم. یه بار نه، 3 جا میریم رجمش میکنیم، یه روز نه، چند روز پیاپی میزنیم که این دشمنی عمیق هست. این دشمنی قابل به اصطلاح مصالحه و نشست و آقا با هم کنار بیایم اینجور چیزا نیست. اینجاست که دیگه من این شیطانی که خداوند به من میگه این دشمن توه، واقعا نشون میدم که دشمنش هستم، باش در افتادم، باش جنگ میکنم و این صلحی هم در کار نیست، مفاهمتی هم در کار نیست. آقا جنگ تا پیروزی، میزنیم با هم. ها شیطان هم که دستبردار نیست، اون میزنه منم میزنم، اما واقعا هم نامردیه که من نزنم شیطان بزنه. یه طرفه آخرش چی؟ انما یدعو حزبه،
که من هم بشم از گروهش اصحاب سعیر بشیم، جهنمی بشیم. این رو نباید دیگه تحمل کنیم. من اومدم اینجا بر مکتب ابراهیم خلیل و محمد حبیب علیهم السلام نشون بدم که من دشمن شیطانم. وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونور الهدى والبيان. ندای حق، ندای توحید و حقیقت. و از جمله درس‌های بسیار مهمی که حج و مدرسه حج به ما یاد میده اینه که مهار خودم دست خودم باشه. منم که هر چه بخوام انجام میدم. خداوند این اختیار رو به من در اختیار من گذاشته و من میتونم. اینی که فرد میاد میگه آقا من نمیتونم اعتیادم رو ترک کنم، من نمیتونم این کار کنم، من نمیتونم به زنان نگاه نکنم، من نمیتونم نمیدونم از فیلم های مبتذل دوری کنم، فلان کنم. ببینید این فطرتی که خداوند در ما گذاشته برای چرخش زندگی همینه که خداوند متعال زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام. خداوند متعال در دل من انسان بعضی از شهوت‌ها رو قرار داده که از زنا خوشم بیاد، از اینه که فرزند داشته باشم خوشم بیاد، از مال و ثروت خوشم بیاد، در پیش باشم، ماشین‌ها داشته باشم، مزرعه‌ها داشته باشم، زمین‌ها داشته باشم، طلا و جواهرات داشته باشم، متاع دنیا داشته باشم. همه اینا لذت بخشه، انسان در پیش هست. خب همین که میره بازار اینور اونور به دخترای مردم نگاه میکنه. همین حج میاد منو تو این کفن میپوشونه و لبیک گویان لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. منو میاره کجا؟ به این سرزمین مقدس، سرزمین حج، خانه خدا. خب اینجا که اومدم کی هست؟ تنها من که نیستم. اینجا آقا چند میلیون انسان جمع شدن و خب به هر حال نیمشون که خانم هستن. خانم ها حق ندارید صورتتون رو بپوشید، حق ندارید دستاتون رو بپوشید و جمال یک انسان تو صورتش هست. و اینجا از به اصطلاح از روی کوههای بلند دنیا گرفته تا از کنار ساحل‌های دریاها، از جنگل‌ها، از صحراها، همه نوع آدم‌ها اومدن. زن‌های رنگ و رنگ، افراد رنگ و رنگ، خوشگلش هم هست، زشتش هم هست، همه چیزش هست. اما اینجا یه حکایت دیگه هست. مردا لباس ندارند، لباس زیر ندارند. مردا 2 تا پارچه دور خودشون پیچوندن. اما هرگز اتفاق نیفتاده از زمان حضرت ابراهیم گرفته تا به امروز و تا به روز قیامت هم اتفاق نخواهد افتاد که در حج یک حالت فاحشه به وجود دیده بشه یا ملاحظه بشه. امکان نداره. برای چی؟ برای اینکه مدرسه حج میاد حاجیان رو قلبشون رو میسازه، آلایششون میکنه. این حاجی دیگه هیچ اثری از شهوتش در اونجا مد نظرش نیست. اونجا انگار که عرصات هست، انگار که روز محشره. در روز محشر همه از قبراشون بلند میشن، مثلا همه لختن، کسی به کسی دیگه نگاه میکنه، همه در درد خود گرفتارن. اینجا حاجی ها همه در عشق خود گرفتارن، همه اینجا در عشق عبادت غرقن. کسی دیگه رو نمیبینه، کسی اصلا به این فکر هم نمیکنه. این یکی از آیات الهی است که این باید روش دقت بشه. ببینیم که خداوند چقدر بر ما منت میذاره وقتی به ما حج میده، فرصت حج میده.
یه درس دیگه هم که هست از اینجا، درس وقت شناسی است. آقا این وقت باید بری حرکت کنی، آقا امشب به منا برسی، نرسیدی مبیت منا از دستت رفته، نهم باید در عرفه باشی، نرسیدی آقا حجت ضایع شد رفت. چه وقت بهتره برم، چه وقت کدوم عمل رو انجام بدم؟ وقت شناسی اینه که باید بدونیم هر کاری رو باید سر وقتش کنیم، وقت رو بها بدیم، ارزش برای ما داشته باشه، وقتمون رو ضایع نکنیم. یه مورد دیگه هم که از حج میگیریم اینه که حج حکایت کی؟ از حکایت خانواده است. حج یک شوهری هست به نام ابراهیم، یک همسری هست به نام هاجر، یک پسر فداکاری هست به نام اسماعیل. اینها پدر میگه اینی ارا فی المنام انی اذبحک، من وحی شده که تو رو سر ببرم. پسر میگه یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء الله من الصابرین، هر کاری که خداوند امر کرده اون رو انجام بده، ان شاء الله من صبر میکنم، بردباری میکنم. مادر میگه که ما رو اینجا تنها تو این صحرای بی آب و علف گذاشتی، امر خداست. بله امر خداست. فلن یضیعنا الله، پس خداوند هرگز ما رو ضایع نمیکنه. این ایمان رو در خانواده ها به وجود بیاریم. پدر اینطوری باشه، مادر اینطوری باشه، بچهش حتما اونطوری خواهد شد. اینه که ما بیاییم این رو در زندگیمون عملاً از حج بگیریم، در زندگیمون پیاده کنیم و یاد بگیریم که اینقدر سختگیر هم نباشیم. در مسائل دینی این دین یسر، دین خدا آسونه. ولن یشهد الدین احد الا غلبه، کسی این دین رو سخت نمیگیره مگر اینکه دین کمرشو میشکنه. نه دین سخت نیست. اینجا در این حج همراه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بودیم. هر کی می اومد یه مشکلی داشت و یک کاری رو انجام داده بود، یک کاری رو قبل از کار دیگه انجام داده بود، این کارو من بکنم یا نکنم، افعل ولا حرج، اشکال نداره انجام بده، اشکال نداره، این کار شد خوب شد، الان بقیه‌شو بگیر. با آرامش، با خوبی، با نرمی میشه مردم رو با دین آشنا کرد، مردم رو دیندار کرد، با شوق و عشق و علاقه. با سختی این کار بکنی نکنی ما چی بشی، این گناهی کبیر است، این کار رو کردی تو جهنمی، ابدالآباد تو جهنمی، این دیگه مردم رو از دین زده میکنه. دین خداوند زیباست و خداوند در همه چیز زیبایی رو دوست داره. خداوند خودش زیباست، زیبایی رو دوست داره در تعاملمون، در رفتارمون، در پوشاکمون، در همه چیزمون. و میاییم اینجا در حج لیشهدوا منافع لهم، اینجا دیگه باز فضا. آقا کسی میاد برای خرید و فروش، کسی میاد برای علم و دانش، کسی میاد برای مغفرت و ذنوب، کسی میاد برای آشنا شدن با همه، کسی میاد برای همه این مفاهیم. همه اینها درس هاست که ما از حج یاد میگیریم. همه این مفاهیمی که ما ذکر کردیم همه منافعی هست که ما از حج برمیگیریم. و یه نقطه بسیار های اهمیت هم که حج به ما میده، حج تأکید میکنه بر مخالفت با مشرکان. از اولش لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملک لا شریک لک لا شریک لک لا شریک لک. این از شرک و مشرکان دوری دوری دوری، این شعار حج هست. اینه که حج میاد، ما که میایم اول همین تلبیه مشرکا چیکار میکردن اون وقتا؟ میگفتن الا شریکا هو لک تملکه و ما ملک، مگر یک شریکی هست، حالا اون بته، اون امامزاده، اون نمیدونم پیغمبره، تملکه و ما ملک، اونم اختیارش البته به دست شماست. ببینید مشرکا، بعضیا فکر میکنن که مشرکان میرفتن به اصطلاح بت درست میکردن و میگفتن این بت خداست و دیگه هیچ همه کارهای ما پیش اینه و فلان و الان. اینطوری نبود. این بت رو درست میکردن، میگفتن این شکل فلان پیامبر، فلان انسان صالح هست و این پیش خداوند عزیز هست، پس این واسطه ماست، به برکت این، به فدای سر این، به وسیله این که پیش خدا عزیزه، انما نعبدهم لیقربونا الی الله زلفا، ما اینا رو عبادت نمی کنیم، ما اینا رو راهی گرفتیم، وسیله‌ای گرفتیم برای رسیدن به خدای زلفا. همین کاری که خیلی از ما میکنن، میرن پیش یه پیری، یه نمیدونم غوثی، یک امامزاده‌ای، یک نمیدونم قبری، میرن پیش اون. آقا ما که اینو عبادتش نمی کنیم،
ما این رو یه وسیله است پیش خدا عزیز بوده، بنده صالح خداست. همین کار مشرکا میکردن. حج به ما میگه که نه، حج به ما میگه که نه، هیچ رابطت با خدات، اومدی خونه خدا، پیش خدا، با خدا، رابطت با خدا و همه. طواف کردی برو پیش مقام ابراهیم، از ابراهیم یاد بگیر، گام به گام قدم تو بذار، پای تو بذار تو پای ابراهیم که چیکار کنم؟ 2 رکعت نماز بخون. چه بخونم تو 2 رکعت نماز؟ رکعت اول قل هو الله احد وحدانگی خداوند. رکعت دومش قل یا ایها الکافرون، ای کافران دینتون مالتون، دین من غیر از دین شما، هویت من غیر از هویت شما، شکل و قیافه من غیر از شکل و قیافه شما. من مسلمونم، شما کافرید. شما برید پی کارتون، من پی کار من پی رب من پی خدای من. اینه که حج به ما میگه که خودت باش، مسلمون باش، مؤمن باش و از شرک و مشرکان بیزار باش. نداء الحق صوت قد شجاني